ادعا کردن یک مرد نقاب پوش، مردی که با نقاب سیاه خود را نوار گرفت و نوار تصویر کرد و میگوید که من امام مهدی هستم. این واقعه در مسجد الحرام و در نزد خانه خدا، یعنی در کعبه الله، تصویر کرده در سامانه‌های اجتماعی نشر نمود. دوستان عزیز، نوار را تماشا میکنیم، بعدا صحبت خود را باز ادامه میدهیم. طبعا يعني الناس كثير كثير فوضى هنا كثيرا. يلا السلام عليكم. هذا آخر الفيديو. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و کسانی که ما را تماشا کردید و تماشا کرده ایستادید. پیش از ویدیو را آغاز کردن دوستان عزیز، همین شبکه کاروان عمر را در فروش گذاشتیم. کسانی که میخواهند خریداری کنند مرحمت به همین رقم زنگ زنید. خوب دوستان عزیز، کسانی که فکر و عقیدهتون مقصد دیگر خیلی میرود و میگوید که این سخنها دروغ است، در همین نوشتجات عربی هست. کسانی که میتونن عربی را خوب فهمونده، خوب خونده، مرحمت به همون شخصیت هایی که برید تا که همونها همین را خوانند و تصویرش را بر شما برسانند. بشک این مرد که با نقاب سیاه شما دیده ایستادید در کعبه الله، در نزد خانه خدا و در مسجد الحرام همین نوار را کرد و همین سخنها را با زبان خود اقرار کرد و گفت. نعوذ بالله، چون این حالت ها خیلی زیاد شده ایستاده است. دیروز یک نوار ماندیم درباره یک نواری که نه بزن مانند است اما با مرد هیچ مانندی ندارد. ما خواستیم فکر شما را فهمیم کیم چی گپ‌های گفتید. البته هست بعضی جوان‌هایی که در دیگر ملت‌ها موافق و مانند زن‌ها هست، موی سری دراز دارند، اما آنها را از زن هیچ فرقیت کرده نمی‌شود. و بارهای اخیر همین تقریبا 1 سال 2 سال می شود که هر خیلی واقعه های گوناگون در همون عربستان سعودی، یعنی در کعبه، واقع صادر شده ایستاده هستند. عاقبت همه این کارها بخیر شود. نمیدونم که امروز برای این رکلام چی کارها کرده ایستاده‌اند، برای خودنمایی، برای همان تصویر، برای همان رسمی که میخواهند خود را معرفی کنند که در حقیقت در کعبه الله هستند. کعبه الله مکانی است که رفته از گناه های خود از الله تعالی بخشش پرسیدن و تکرار به او کارها دست زدن نیست. یعنی که از همه کارهایی که از سر ما گذاشته است، کارهایی که ما قبلا کرده بودیم. چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که هر شخصیتی که کعبه را زیارت کند و مانند طفلی که نو تولد شده است چنین پاک می شود. و آن شرطی که بعد از این انجام اطاعت عبادت باز کارهای اعمال و کارهای نیک کنند. اما امروز ما به حج می رویم به خاطر ما را حجی گفته نشون. این عمل اعمالی به نیت میگه. هر کسی که به همین نیت رفته باشد حج او قبول نمیگردد. اگر هر کسی که با نیت خاص، با نیت از برای الله رفته باشد، عبادت کرده باشد، امیدوارم که خداوند از گناهایشان بگذرد و علم را، تقوا را باز هم در قلبشان دوچند زیاد گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.